در آفرینش آسمانها و زمین و آمد و شد شب و روز و کشتی‌هایی که در دریا به سود مردم در حرکتند و آبی که خداوند از آسمان نازل کرده و با آن زمین را پس از مرگ زنده نموده و انواع جنبندگان را در آن گسترده و همچنین در تغییر مسیر بادها و ابرهایی که میان زمین و آسمان مسخرند نشانه‌هایی است برای مردمی که عقل دارند و می اندیشند. سرعت نور 186,000 مایل در ثانیه است و سال نوری یعنی فاصله‌ای که نور در یک سال طی می‌کنه. سفر کردن با سرعت 106,000 مایل در ثانیه ضرب در 60 ثانیه در هر دقیقه ضرب در 60 دقیقه در ساعت ضرب در 24 ساعت در یک روز ضرب در 365 روز، یعنی شما در این مدت 6 تریلیون مایل طی می‌کنید. حدود 6 تریلیون مایل در سال. برای درک بهتر این موضوع، نور در این زمان میتواند 230 میلیون بار به دور زمین بچرخد. 6 تریلیون مایل مسافت زیادی است، ولی حقیقت اینجاست که سال نوری فقط فاصله های کیهانی را میسنجد. با این روش درک فاصله ها کمی آسان تر می شود. نزدیکترین ستاره ها چندین سال نوری، نزدیکترین کهکشان ها میلیون ها سال و کل گیتی از این هم بزرگتر است. فاصله خورشید از دورترین سیاره یعنی نپتون 2.8 میلیون مایل است. اما نزدیکترین ستاره ها چندین سال نوری فاصله دارند. کهکشان راه شیری 100,000 سال نوری دورتر است. کل گیتی از این ارقام هم بزرگتر است. گستره گیتی به میلیاردها سال نوری میرسد. ذهن ما نمیتواند جهانی با این وسعت را درک کند. چنین عظمتی غیر ممکن به نظر می رسد. به همین دلیل ما قادر نیستیم تمام جهان را کاوش کنیم. هشتاد سال پیش فکر می کردیم کل جهان همین کهکشان راه شیریه که ما میشناسیم. این فرضیه در آن زمان درست به نظر می رسید، زیرا کهکشان راه شیری بسیار عظیم است. قطر کهکشان راه شیری 100 سال نوریه. یعنی اگه یه جرقه در یک طرف کهکشان روشن بشه و با سرعتی برابر 186,000 مایل در ثانیه حرکت کنه، 100 سال طول میکشه تا این جرقه به اون طرف کهکشان راه شیری برسه. با این عظمت تعجبی ندارد که فکر می‌کردیم کهکشان راه شیری کل جهان است. ولی الان می‌دانیم که این کهکشان یکی از 100 میلیارد کهکشان جهان است. اگر این تعداد کهکشان به دانه‌های لوبیا تبدیل شوند، می‌توانند در کنار هم یک ورزشگاه را پر کنند. و در هر کدام از این کهکشان‌ها ده‌ها شاید هزاران میلیارد ستاره وجود داشته باشند. همه با هم آنقدر ستاره به جهان اضافه می کنند که ذهن ما قادر به تصورش نیست.